إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه ندای ایمان خوش آمدید میگویم. باز هم در جلسه از جلسات که ارتباط به اهل ایمان هست و مخاطبین قرآن انسانهای مؤمن هستند قرار داریم. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی میخواهد برای اهل ایمان بگوید که شما کی باشید و با کی باشید. خود شما میخواهید چی بشوید؟ میخواهید در دنیا انسان صادقی باشید و یا نعوذ بالله انسان کاذبی؟ اگر صداقت را پیشه خود ساختید نتیجه چی می شود؟ و اگر عکس صداقت نصیبت شد و دنبال عکس صداقت رفتید نتیجه چی خواهد دید؟ در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی می فرماید: یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ای موحدین، ای یکتا پرستان، ای پیروان قرآن، ای شاگردان مکتب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اتقوا الله، از خدا بترسید. یعنی تقوا را پیشه خود بسازید، در دل خشیت الهی را داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، و شما باشید همراه انسانهای راست پیشه و انسانهای راستگو و انسانهایی که در زندگیشان راستی است. خود صادق بودن و صداقت یک صفت حمیده و پسندیده هست. صادق چی کسی هست؟ کسی که با خدا راست باشه. صادق چی کسی هست؟ کسی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم راست باشه. صادق چی کسی هست؟ کسی که با خلق خدا راست باشه. راستگویی و صداقت جایگاهی داره که حتی قبل از اسلام ما و شما میبینیم که لقب زیبای صادق بودن را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کسب میکنن. یعنی در دوران جاهلیت، دورانی که هر طرف تاریکی فرا گرفته بود، او اخلاق زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم، او راستگویی جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم چنان شده بود که در بین عرب به نام محمد صادق مشهور بودن. محمد راستگو. یعنی الله سبحانه و تعالی از طفولیت جریان و این صفت مبارک صداقت و راستی را در وجود حبیب خود عجین کرده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه با بزرگان، با اطفال و با اشخاصی که
معامله داشتن با اشخاصی که دید و بازدید داشتن و با اشخاصی که خلاصه به هر نوع ارتباط داشتن در تمام اقوال و اعمال و افعال خود راست بودن، که این صفت زیبای نبی کریم صلی الله علیه و سلم هست. صفات مؤمنین واقعی وقتی که ما در قرآن نگاه میکنیم، الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که الصابرین والصادقین والقانتین. صفات انسانهای مؤمن واقعی وقتی ما برنامه ما ندای ایمان هست که الله سبحانه و تعالی مؤمنین و اهل ایمان را مخاطب قرار داده، حالا صفات مؤمنین واقعی وقتی ما میخوانیم میگه الصابرین الله سبحانه و تعالی والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اونهایی که صبر میکنن، صبر پیشه هستن، راست گو هستن و همچنین در او اعمالی که دارن مداومت دارن و انفاق کننده هستن و در سحرگاه ها استغفار میکنن، که در بین این صفتها صفت دوم صادقین آمده است. همچنین وقتی که جریان و داستان و قصه حضرت یوسف علیه السلام در قرآن میخوانیم، الله سبحانه و تعالی میخواهد پاک دامنی یوسف را بیان بکنه. در این آیه مبارکه اشاره میکنه و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت، اگر پیراهن از پشت پاره بود، فکذبت، پس او کسی که قصد به یوسف علیه السلام را داشت دروغ میگه. و این یوسف پیامبر اکرم، پیامبر خدا، پیامبری که الله سبحانه و تعالی او را از کید مکر کنندگان حفظ کرد، او را با چی صفت میگه و هو من الصادقین، ای از جمله صادقین هست. پس این آیه که الله میفرماد یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، از خدا بترسید، شما همراه صادقین باشید. یعنی ببینید که صادقین چی کسی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم صادق بودن، انبیاء علیهم السلام صادقن. حضرت یوسف علیه السلام وقتی پاک دامنی را پیشه خود ساخت، وقتی که او عفت را پیشه خود ساخت و از خدا ترسید، وقتی برای یوسف گفته شد قالت هیت لک، من برای تو آماده شدم، قال معاذ الله، من پناه می جویم به خدا. یوسف علیه السلام وقتی که پاک دامنی را پیشه خود ساخت، پاک دامنی راه صادقین هست، عزت نفس راه صادقین هست. نتیجه چی میشه؟ الله بیان میکنه و این کان قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین، اگر پیران از پشت پاره بود، کسی که ادعا کرده و دروغ میگه و این از جمله راستگویان هست. باز هم وقتی که در قرآن نگاه میکنیم آیات زیادی است که الله سبحانه و تعالی صفات انسانهای شایسته، انسانهای مؤمن که بیان میکنه، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی مسئله صادق بودن و مسئله صداقت و اینها را حتی برای مشرکین چالش میده که اگر شما واقعا ان کنتم صادقین و ان کنت من الصادقین، در این آیات اگر شما واقعا راستگو هستید، واقعا راست میگویید، بیارید مثل قرآن، بیارید مثل. پس مسئله صداقت خیلی مهمه. صادق بودن در زندگی انسان خوشبخت دنیا و آخرت میکنه. پس این آیه مبارکه را فراموش نکنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. الله سبحانه و تعالی همه ما را از جمله صادقین بگرداند. تا برنامه بعد
شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان.